سلام دوستان، در این ویدیو طریقه نصب مک اویس مانتری بر روی کامپیوترهای مک سال ساخت 2008 تا 2015 توضیح داده شده. مک اویس مانتری از سال 2014 به بعد رونمایی شده که میتونید رو کامپیوتراتون نصب کنیم. قبل سال 2014 رو حتما با یه برنامه پچر خاص بتونید روش اینستال کنید با اسیستنش که من به صورت ویدیو براتون توضیح دادم، صورت تصویری. دوستان اگر نیاز به کمک بیشتری داشته باشم میتونم برای من کامنت بذارم. شماره های تماس ارتباط منم هستش، در خدمتتون هستیم. هر گونه مشکلی در ارتباط با سخت افزاری نرم افزاری اپل و دوستان جویا باشم میتونن در ارتباط باشم. ما در خدمت دوستان هستیم. حتما ویدیوهای دیگرم دوستان ببینن، ویدیوهای آموزشی دیگر رو لطف کنین، کانال ما رو سابسکرایب و لایک کنین و اون زنگوله رو بزنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندیم. ما کلی ویدیوهای آموزشی داریم که به صورت رندوم واسه بچه‌ها حتما تو کانال قرار میدیم. برای ما بنویسین که چه مشکلاتی دارین در ارتباط با اون، چه ویدیویی رو می‌خوایم براتون بسازیم و در خدمتتون باشیم. روز شب خوبی رو داشته باشیم. حتما ویدیو رو واسه دوستانتون ارسال بکنین هر جای دنیا که هستن. من شاهین آره هستم با سالها تجربه در ارتباط با محصولات اپل، مک، آیفون، آیپد، اپل واچ و سیستم سخت افزار نرم افزاریش رو در خدمتتون هستیم. 0 تا 3 بریم تا ادامه داستان داشته باشیم. روز خوبی داشته باشین.
بله دوستان، مک مانتری با موفقیت اینستال شد و روی کامپیوتر مک 2010 مکبوک ایر 11 اینچ که تنها میتونستیم ما هاک سیرا روش اینستال کنیم به صورت نرمال. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به زودی ویدیوهای جدیدتری در ارتباط با نصب و برنامه بر روی کامپیوترهای قدیمی و یه مژده بدم که یه دونه برنامه ما داریم اساس ساخت داریم که چجوری کامپیوترهای قدیمی به جدید تبدیل کنیم. شب و روزتون پر از حال خوب، مراقب همدیگه باشین. لطفاً کانال ما رو حمایت کنین و به دیگر دوستانتون هم معرفی کنین و پیشنهادش کنین. بهترینا برای بهترینا. مخلص.